سلام، شما رو بعد مدت ما تو رشت دیدیم، موفق شدیم باهاتون مصاحبه کنیم. خوش اومدید به رشت. اول بعد اینکه از روندی که تو باشگاهتون داره طی میشه اول بگید ما بدونیم چه خبره. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مردم خوب رشت، هوادارهای پرشور و دوست داشتنی داماش. ما هم خوشحالیم که امسال افتخار نصیبمون شده که بیایم در خدمت داماش باشیم، در خدمت مردم خوب استان گیلان شهر رشت باشیم. در خدمت شما هستیم. اگه ما رو کمتر دیدیم به خاطر اینه که ما فکر میکنم یه 40 روزی بشه شبانه روزی دنبال حل کردن مشکلات بودیم و خب شما بهتر از من میدونید که تیم پنجره بسته بازیکن‌ها و یه سری مسائل بلا تکلیف بود، بحث مالی داشت، بحث جذب بازیکن داشت که سعی کردیم به جای اینکه تو رسانه باشیم و مصاحبه کنیم بریم کار کنیم که مشکلات برطرف بشه. الحمدلله با حمایت‌های آقای نعیمی و دوستانی که داشتیم تو هیئت مدیره و بچه‌هایی که تو باشگاه زحمت می‌کشیدن ما خیلی خلاصه این گزارش عمل کردیم 35 روز 40 روز رو بدم. بعد از اینکه خب موفق شدیم تیم خوبی رو ببندیم تو نقل و انتقالات و بازیکن‌های خوبی رو جذب کنیم، یه اردوی تقریبا 10 روزه خیلی خوب تو تهران برگزار کردیم که من نظر امکانات اردویی تو بهترین شرایط بودن بچه‌ها. و بعد از اون مهمترین مشکل و معضلی که سر راه داماش قرار داشت بحث پنجره بسته بود که خب هیچ قراردادی ما نمیتونستیم ثبت کنیم و خدا رو شکر با تلاشی که شد تو مجموعه و کمک‌هایی که دوستانمون کردن تونستیم که پنجره رو باز کنیم و قرارداد بازیکن‌ها رو ثبت کنیم و خب دیگه حالا رسیدیم به بازی اول. من فکر می‌کنم که این بازی چون تیم ما بازی تدارکاتی کمی داشت نتونست اون زور خودش و اون چهره واقعی خودش رو نشون بده، حتما بازی به بازی روند بهتر میشه و به نظر من تو این بازی‌های خونگی داماش با حضور این هوادارا که خودشون به قول فوتبالی‌ها میگن این هوادارا خودشون هر تیمی میاد اینجا 2-0 عقبه، وجودشون و حضورشون واقعا نعمته و واقعا انرژیه. من فکر میکنم دیگه انشالله باید بازی خونگی رو همیشه بازی خونگی رو انشالله 3 امتیاز رو بگیریم از بازی‌های بعد و قطعا دیگه داماش فصل گذشته نیست که تا هفته آخر تا دقایق آخر استرس سقوط رو داشته باشه و به یه جایگاهی برسه که شأنش نبوده. حتما امسال توی جایگاه قرار میگیره که شأنش باشه. همه مجموعه باشگاه و مالک باشگاه، دوستان هیئت مدیره و مدیران اجرایی، بازیکن‌ها، کادر، همه هدفمون اینه که داماش همون داماش باشه که شأنشه و لیاقتشه و حق مردم خوب داشت. تیمتون خیلی غیر بومی نیستش، این درنده به مشکل بر نمیخوره روی این قضیه از لحاظ اسکان و تغذیه تیم؟ حالا منظور شما از غیر بومی یعنی که فوتبال دیگه دهکده جهانیه درسته، ولی تو رشت تا جایی که ما میدونیم تا یه هفته‌ای همه چی خوبه. تجربه نشون داده بعد یه هفته بازیکن ول میشه، بازیکن میبینیم یکی زنگ میزنه به سرپرست جواب نمیده. ما تو رشت تجربه‌ای که داشتیم اینطور بوده. این که شما داری میگه اون برمیگرده به نوع مدیریت ما، باید توانشو داشته باشیم که بتونیم خوب تیمو ساپورت کنیم، خوب سازماندهی کنیم. الان الحمدلله از روز اول که بچه‌ها اومدن توی مجموعه همین المپیک مستقرن، اسکان دارن، زمین تمرین هم ما از ابتدا به مدت 1 سال در اختیار گرفتیم با مساعدتی که تربیت بدنی دانشگاه داشت. نه ما همه چیمون الان مشخص روتینه و اتفاقا دنبال این هستیم که اسکان بهتری برای بچه‌ها در نظر بگیریم. زمان نداشتیم و کارهای مهمتری داشتیم. نه اونجوری نیستش که خدای نکنه. این تیمی هم که بازیکنایی هم که ما جمع کردیم مجموعه بازیکنای هم از نظر فنی شناخته شده هم از نظر اخلاقی بچه‌های خوبی هستن. ما یه سری بازیکن‌ها رو دیدیم گفتن که تو پرسپولیس بازی می‌کردن جذب شدن، ولی ما تا جایی که دنبال می‌کنیم دوره خودتون هم اسمی از این بازیکن تو پرسپولیس نمی‌شه. شاید بازیکن‌های حالا پایه‌های پرسپولیس بودن. حالا دیگه بالاخره بازیکن الان شما تو تیم داماش بازیکن امید بازی کرد مال پایه است. من شنیده بودم اسمشو، بچه‌های رشت شنیده بودن. وقتی بازیکن خوبیه مهم نیستش که بازیکن بزرگسالان یا بازیکن پایه است. اتفاقا شما باید به جوانان میدون بدی که بیان خودشون رو نشون بدن و
اعتماد کردن به جوونا جواب میده. خیلی هم به این حواشی که اینو مطرح میکنن توجه نکنه، نمیخواد این زن مطرح کنه. اینایی که اومدن فکر میکنن نصفشون دیگه قهرمانان آسیا رفتن. اینایی که الان ما جذب کارت صادر شده براشون دیگه، حالا بازی کارت نکرد. صادر شده چرا بود؟ سعید حسینپور بازی نکرده. حالا من خودم تو اون تیم بودم دیگه. محمد شریفی تو لیگ بازی نکرده، برتر بازی کرده یا نکرده؟ آقای خبیری قبل بازی خورده حاشیه درست شد واسه داماش گیلان، صد داره؟ کیا شو درست کرد؟ آقای میرزا بگی مصاحبه انجام بگی بده. یا مسابقه کرده، خودش مسئول مسابقهشه. ما خیلی وقتمون رو به این چیزا نمیذاریم. ما هدفمون اینه که داماشو کمک کنیم که به جایگاهش برسه. من بچه تهرانم، اومدم رشت. از خیلی از اینایی که ادعاشون میشه تعصبم به داماش بیشتره. به نظر شما بهتر میشه دیگه. 40 روزه که حالا آقای جهانگیر عسکری شاهد، آقای دهنادی شاهده، 40 روزه که زودتر 2 شب 3 شب نخوابیدیم ما. این که من بیام مصاحبه کنم میگم من دلسوز داماشم، من تعصب دارم، به حرف نی، به عمله. دلسوز اونیه که وایسه 40 روز تیمو ببره اردو، پنجره رو وا کنه، قرارداد رو ثبت کنه، پول بازیکن‌ها رو بده. ما امروز قول داده بودیم قبل بازی پولشونو بدیم، امروز به وعدهمون عمل کردیم. آقای نعیمی قبل از بازی پولاشونو پیش قراردادشونو زد. دیگه بلد نیستیم بیایم جلو دوربین بگیم ما دلسوزیم، ولی خب دلسوز بودن به مصاحبه کردن این حرفا من خیلی هم به این حاشیه و حواشی توجه نمی‌کنیم. دوست داریم که این تیم جون بگیره. اگه شما هم دلسوز این تیمی، دنبال حاشیه نباشین، کمک کنین. اگه کسی میاد اینجا کمک به تیم بکنه، شما هم پشتش باشین. مسئولای استانی کمکی کردن بهتون تا الان؟ خب آقای آرمان از اولم که ما اومدیم للهی بگیم پای کار بوده، کمکمون کرده. هیئت فوتبال کمک کردم و انشالله که این حمایت ادامه دار باشه. بله. برند لباستون هم میگن که برند 2 آل اسپورت واقعیت داره دیگه، اینو بذارید قبول نکنیم دیگه. این برند که میدونی که توی المپیک تن کشتی، تیم ملی کشتی بوده، دیدی اونم یا ندیدی؟ فکر کنم یکی نوشته سوالا رو بهت داده، گفته برو اینا رو بپرس. دیدیم آی تیم برندیه که تیم ملی کشتی تو المپیک همین پاریس تنش کرده. 7-8 تیم لیگ برتری الان دارن میپوشن. عکساش هم به ما بدید برای لیگ برتری ها رو ممنون. اگه سرچ کنی مشخصه دیگه. یا شما که خبرنگار باید اطلاعاتت بیشتر هم باشه. ولی خب مثلا پیرن مثلا تو چه تاثیر کیفیت لازمون نداشت واقعا. کی گفته کیفیت نداره؟ بازیکناتون داشت نداره. اگه یه مصاحبه شما از یه بازیکن بیاد بازیکن که نمیتونه مصاحبه نه خب بیاد به خود من بگه کیفیت نداره، من عوضش میکنم. مرسی. خوشحال شدم. خیلی خدای علایق